درود و سلام و وقت بخیر دوستان عزیز. به سلسله معلومات های مفید و معرفی چهره های افغانستان به چینل ما خوش آمدید. اما قبل آن چینل ما را سابسکرایب نموده ویدیوهای ما را لایک کنید و تا آخر تماشا کنید. نغمه یکی از مشهورترین و محبوبترین هنرمندان افغانستان است که با صدای خاص و سبک سنتیش در موسیقی افغانستان جایگاه ویژه دارد. او به خصوص در دهه‌های 1970 1980 با همکاری همسرش منگل آثار معروف ارائه کرد و در میان مردم محبوبیت زیاد به دست آورد. مارشال عبدالرشید دوستم سیاستمدار و فرمانده مشهور افغانستان و نغمه هنرمند پرآوازه افغانستان در دوره‌های با هم در ارتباط بودند. نغمه در برخی مراسم‌ها و مناسبت‌های مربوط به دوستم به اجرا پرداخته و برای حمایت از او در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کرده است. این تعامل‌ها معمولاً در قالب برنامه‌های فرهنگی و هنری بوده و بیشتر به دلیل علاقه دوستم به موسیقی سنتی افغان و استفاده از محبوبیت نغمه در جلب توجه عموم انجام می‌شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های منتشر شده است که در آن نغمه از همکاری خود با شخصیت‌های مانند دوستم صحبت کرده است، اما اغلب این همکاری‌ها به جنبه‌های فرهنگی و هنری محدود بوده اند.